قربانعلی رحمان هنرمند خلقی تاجیکستان پس از چند روز مبارزه با بیماری کرونا ویروس از عالم درگذشت. روز گذشته پیوندان این هنرمند مردمی از به هوش آمدن او خرسندی می‌کردند، ولی شادی آنها دیر دوام نکرد. خبر مرگ این هنرمند مردمی را تمنا نظریه در صفحه فیسبوکی خود با یک نوشته پر از درد چنین گذاشته است: دلم از ماجرای رفتنت خون است و میگیرم. داد از دست فلک باز یک اندوه بزرگ پیگیرمان ساخت. نخست شاگردی پدر زنده یادم، دوست و برادر، آوازخوان خوش سلیقه و با استعداد جمهوری قربانعلی رحمان عالم هستی را پدرود گفت و قلب ها را پرخون و افسرده نمود. نوشته است نظریه یادآور میشویم که قربانعلی رحمان اول هفته روان به شفاخانه یکم سویتسکی انتقال داده شده بود. باید قید نمود که قربانعلی رحمان نه تنها در تاجیکستان، حتی در جمهوری های افغانستان، ایران و ازبکستان مخلصان و هواداران هنر خود را داشت. دعا میکنیم که منزل آخرت استاد پرنور باشد و بهشت جاودان نصیبش گردد. شرکت صاف سودا پیشنهاد میکند برای برآوردن ریش و موی سر و نیست کردن کرم، درد معده، بیزوریاتی، داغ‌های سفید پوست و خوبتر کردن بینایی کمک میکند. اگر شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید، پس از داروهای پروتئین BCA و گنرهای صاف سودا استفاده برید. داروهای اوهده با نمود کپسولا و روغنی که حتی حبیب نورمگامدوف توصیه میدهد به شما پیشنهاد میکنیم. دستافکا به همه شهرهای روسیه، مسکو و سنت پتربورگ آفیس های کلون این شرکت قرار دارد. رقم ها برای تماس در روی اکران های شما. اگر از نام کانال نعیمجان سیدعلی گپ زنید، تخفیف الهی کرده می شود. عشقم سوزد زی غمای دادر داغ داغ جیگرای ریشم Пари-матч. Играют они. Побеждаешь ты.